خانم اصلا منو میشه پیدا کنید؟ برام دستم افتاده دارم دنبالش میگردم پیداش نمیکنم. اگه محبت کنید من یه دونه اس برام اومده بود. چی نوشتن؟ نوشته این چند سالی که بینایی تو از دست دادی ما خیلی اذیت. تو بگیر بده یکی دیگه برات بخونه، من خیلی عجله دارم باید برم. بفرمایید. یعنی چی؟ حداقل یه لطف در حق من بکنید. نیست به من کمک کنید. درک کنید من یه روشندلم اینجا. حداقل یه تماس با این کسی که اس ام اس رو داده بگیرید. چون شارژ ندارم خودم، اگه لطف کنید با گوشی خودتون بگیرید ممنون میشم. من احساس میکنم خانواده‌ام منو نمیخواد. درسته؟ نه اینطوری نیست. آخه چیزی که خوندید خیلی اذیتشون کرد. 912 دستتون دارم. فقط اینکه اسمتون چی بود من سیوتون کنم. مگه تو میبینی؟ بله باید تماس بگیرم. دستمون واقعا انسان درستی هستید که لطف کردید محبت کردید. نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد.